اون دفتر رو بردار بیار ببینیم بعد یه عمر یه عروسی گرفتیم ببینیم مردم چقدر برام پول انداختن. حاج حسین 400,000 تومان انداخته. 400,000 تومان؟ من 2 سال پیش عروسی اون 350 تومان انداختم، اومده 50 تومان رو پول من گذاشته. با اونا دیگه ما رفت آمد نمی‌کنیم. محمد پسرخاله 5 میلیون انداخته. ماشاءالله به غیرت این محمد. من از اون اول این محمد رو دوست داشتم. اصلا اسم محمد پسرخاله می اومد من دلم بر اون میرفت. واقعا بچه خوبیه. از تالار میوه آوردیم. یه 3-4 تا موز بذار برام بفرست. دایی نوید 1 تومن. 4 نفر اومدن 1 میلیون. پسرش فقط دیدم 4 تا موز برداشت برد تو پارکینگ. با جناق عزیزت 1,200,000. 6 نفر آدم اومدن فقط پول غذاشون رو حساب کنی میشه 3 میلیون. اگه هر کدوم اینا یه دونه موز بخورن یه دونه شیرینی دانمارکی 4 میلیون فقط پولایی که اونجا خوردنه. بعد اومده بر من 1,200,000 انداخته. آدم دشمن میخواد چیکار کنه وقتی اینا رو داره؟ پدر من اشکال نداره که برای مردم عروسی نگرفتی که برای بچه خودت گرفتی. عروسی گرفتیم سود کنیم 1000 تومان هم سود نکردیم. حالا کی میخواد پول این قسطا رو بده؟ جمعش کن بابا.